مهتاب، دانشجوی سال آخر، برای امتحان پایان ترم مجبور شد توی خوابگاه بمونه. خوابگاه قدیمی بود و شبها سکوتش عجیب سنگین. اون شب فقط مهتاب توی ساختمون بود. ساعت حدود 2:30 شب بود که صدای تق تق خفیفی از راهرو شنید. فکر کرد باد در رو تکون داده، اما چند ثانیه بعد صدایی از پشت در اومد. صدای پای کشدار و بعد کسی آهسته در زد. مهتاب قلبش تند میزد. رفت نزدیک در، پرسید کیه؟ جوابی نیومد. در رو باز نکرد. برگشت روی تخت. ولی این بار صدای در زدن تکرار شد. این بار 3 بار، اما محکم‌تر. رفت جلو، از چشمی نگاه کرد. هیچ کس نبود. با تردید در رو باز کرد. راهرو خالی بود. فقط یک کاغذ زیر در افتاده بود. رش نوشته بود: تو صدای منو شنیدی. حالا منم صدای تو رو میشنم. ترسید. در رو بست. قفل رو محکم کرد. برگشت روی تخت. چند دقیقه بعد صدایی از توی کمدش اومد. یه صدای زمزمه‌وار: مهتاب، من همینجام. کمد با صدای بلندی باز شد. مهتاب جیغ زد، اما هیچ کس توی کمد نبود. صبح هم اتاقیاش برگشتن، ولی مهتاب نبود. فقط همون کاغذ روی تختش افتاده بود. این بار نوشته شده بود: حالا نوبت یکی دیگه است که صدامو بشنوه.